سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه با یه ویدیوی جدید از مبارک شو اولین باری که قراره که به مبارک شو میرزاشیف، حالا شاید میرزاشیف، نمیدونم تلفظش درست بوده یا نه، ایارون بیا یکی از آهنگاییه که توی مجالس عروسی تاجیکستانی هم استفاده میشه. یعنی یکی از فکر کنم ایرانی ها هم روش اسکی رفتن، حالا یارون بیا دلدارون بیا، دقیقا همینه، دقیقا اومده از روی این اسکی رفته. این آهنگ خیلی قدیمیه. پس بریم زودتر، خیلی کنجکاوم که ببینم این آهنگ چطوریه و یه خورده قر تو کمرمون بیاریم. Let's go. حالا چی بگم؟ من برعکس فکر میکردم. نه دیگه خیلی نه باید برعکس فکر کنی، چون برعکس فکر کردن همیشه عکس برعکسه. چی گفتم؟ مثل جواد خیابانی. آفرین. مبارک شو ایارون بیا. آفرین، خوبه که اسپیکر رو بس نکردیم. میگم خوبه. حافظه رفته تو دلدارم بیا، رفته تو باقالیا و یا اول فضل. خب I'm sorry guys. فوق‌العاده I'm sorry guys. ایارون بیا دلدارم بیا کن برای بچه‌ها. حالا یه صف میدم، برو ننتو بیا. چه بی‌ادب، با مادر طرف چیکار داری؟ ببینیم اوکی شد. بله خب قشنگ معلومه دیگه خیلی زیر خاکیه. آره پشمام چه خوب میخونه. عالیه واقعا، خیلی خوشم اومد ازش. اصلا میدونی چی؟ یه سبک کلاسیک خیلی خفنه، یه کلاسیک از غرب گرفته، یه شعر فارسی این در میاد. عالیه. اوه شت، شبیه هم دیگه همچین چیزهای خیلی خوبه. یه خورده به شعرش هم دقت کنید. اوه میگه از بدخشان و می آرام جان و می. بدخشان یکی از مکانهاییه که یه محل، یه مثلا شهره، یه جای، مثلا میگه بدخشانی هم کجایی، تهرانی هم فلانی هم اینجوری. میگه از بدخشان و می آرام جان و می. دقیقاً یه آهنگ ایرانی هست، حالا یارون بیا دلدارم، از روی این آهنگ کپی شده. شما تو عروسی از این استفاده میکنید؟ یعنی از این آهنگ توی عروسی ها استفاده میشه یا نمیشه؟ حتما اونزی کامنت کنید ببینم چه فازی. خیلی جالبه، حال میده. آره. چقدر موسیقی خفنی داره، چه آهنگسازی خوبی داره. توی اون سال این همه استعداد و این همه استفاده خوب از سازهای مختلف. من وایبشو دوست دارم، واقعا خیلی خفنه. بعد خیلی از آهنگای ایرانی هم همچین وایبی ها قدیمیاش. دقیقاً خیلی هم روحیه بازتری. الان همه تو رفتی منو کشتی، من تو رو میکشم. یعنی فقط بیا آره میگه تو دخترم نمیرفتی، یه مردم اینجوری دیگه نگاه کن تو لحاق دلبر جانومه ماه تابانومه با پیش من بیا دلبر جانومه
نشه تو صداشو خیلی خوشم میاد. منم دقیقا. ولی خب باز برگرفته از موسیقی غربه، چون ماها خیلی به سمت موسیقی غرب رفتیم. مثلا سنتی خودمون کم شده، مثلا کسی سنتی گوش نمیده. چه تیپ و استایل جالبی هم داره. بگو تو از کجا این تیپ و استایل اینو میبینی؟ تاریکه. هر تیکش داره یه هنرنمایی جالب. عاشق این تیکم چه تاک دقیقا. امروز زد دادم. عجب آهنگ پر انرژیه. این پشته این هست، اینو خیلی خوشم میاد، این سبک اینجوری خوشم میاد. بعد اصلا انرژی داره آهنگش. اصلا یه قرر ریزی میندازه بود، یه قرر ریزی میندازه تو اینجوری. قرر بده. حالا آهنگای قدیمی یکی از چیزایی که داشتن این بوده مثلا یه تیکه آهنگ کورس کار زیاد تکرار می‌شده. مثلا می‌بینی الان تا 10 بار اینو گفته ایارون بیاد. می‌بینی چی بگم؟ ولی کلا بیشتر رو ریتم کار می‌کردن و فازی که به آدم میده. الان این ما رو شات کرده، حالا می‌خواد 20 بار بگه ایارون بیاد. هنره دیگه، بتونی خوب ازش استفاده کنی. آخرشو من نمیفهمم چی میگه. آره منم یه صرف میدم برو ننتو اینو که از کجا یاد گرفتی؟ تو مدرسه. عاشق شدم، یعنی واقعا خیلی باحاله. دوست دارم بذارم تو ماشین اینجوری سیگار بکشم باشه. همه میرم با این میرقصم من گفتم. اینقدر تو حس غرق شده چشاشو بسته. آره دیگه بسته است. اکثر اینایی هم که قدیمیان بیشتر مخاطب داشتن رو آهنگاش. اینم از آخرش و خیلی خفن بود. واقعا من خیلی حال کردم باش. تو چی؟ من واقعا حال کردم، خیلی انرژی خوبی داشت. عالی بود. و قراره از مبارک جان بیشتر ویدیو بریم. خیلی خواننده ها هستن که خفنن، ببین خیلی مثلا عمومی ترن، اونا رو سعی میکنیم بیشتر بریم و باید که بدونیم که چه خواننده هایی هست تو چه سبکایی، مخصوصا عروسی. اینو حتما تو چه خواننده های تو سبک عروسی میخونن اینا بگید. میخوام ببینم عروسی های تاجیک با فیلم و ایناشو بیاریم توی ویدیو ببینیم اونجا چه جوری عروسی میگیرن، چون تا حالا ندیدم. خیلی خوشحالم ببینم با توجه به اینکه فرهنگمون خیلی به هم نزدیکه. خیلی خوشحالیم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید. خیلی دوستتون داریم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.